در نیمه‌ماراتون انانوی دوشنبه که به افتخار روز پایتخت 16 اپریل گذرانیده شد، ساکن ایسار دلیر رحیم 34 ساله که به مردکاری مشغول است 21 کیلومتر و 90 متر مسافه نیم ماراتون را طی نموده در همین حال در ماه شریف رمضان روزه‌دار هم بود. او نه سر و لباس ورزشی داشت و نه پای افضل و تمام مسافه را پای لوچ طی کرد، هرچند بعدا خودش اظهار نمود که با پای لوچ دویدن برای او براحت‌تر است و امکان هم دارد که پای افضل مناسب برای خود خرد. در ریاست کار با جوانان و ورزش شهرداری دوشنبه به دلیر وعده دادند به او مجموعه سر و لباس و پای افضل ورزشی توفه کرده رسما به کار قبول میکنند. دلیر در یک ساختمان خصوصی کار کرده چاه تاکورسی میکند. در محلهای سیر اهالی چنین میشود که ماشین‌های کلان گذشتن نمیتوانند. در اینها عادتا آدمان را برای کوفتن چاه برای تاکورسی خانه کرو میکنند. میگوید دلیر در همه جا زمین نرم نیست، مخصوصا در ایسار اکثر وقت سنگلاخ بوده. لازم میگوید که در دوام یک چند روز با بیل و چوک چقوری ضروری کوفته شود، لیکن به قبل وی دیگر علاج نیست. لازم میگوید که با کار وزنی جسمانی مشغول شود تا که روزگار اویلش را تامین کند. دو دختر دارند و کلانیش مکتب میخواند. اویله را با همه چیز ضروری تامین کردن لازم است تا که کودکان با خوراک و سر و لباس احتیاج نداشته باشند. میگوید او نامبرده ذکر کرد که وقتی که فرمایش کوفتن چاه تاکورسی نیست، او به عروبه کشی در بازار مشغول شده بارهای وزنین از قبیل 4-5 خلطه ارد را از بازار تا نانوای خانه میکشاند. این چنین به عروبش مال و محصولات گوناگون گرفته آنها را در جای سیراده میفروشد. عین زمان او به صفت باغبان در سرخانه محلی به کار مشغول است. به او در کمیته ورزش هم کار وعده کردند، لیکن معلومات ندارد. از این رو آنها برایش کار مناسب میجویند تا که در آینده به دویدن هم مشغول شده تواند، زیرا نشان دهنده های جسمانیش امکان میگن که در مسابقه های دویدن به مسافه های دور اشتراک کند. پس از اشتراک در نیم ماراتون مرا به کمیته ورزش به دوشنبه دعوت کردند. در پایتخت با نماینده کمیته ورزش واخورده به او کار یافتن را وعده دادند. میگوید دلیر حالا باز به کوفتن تاکورسی بنا میروم.